بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، هم نفسای نازنین و دوست داشتنی و مهربان و همیشگی یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشین. خیلی خیلی خوش آمدین به این نوبت از مجموعه برنامه یاد خدا که هم یاد خدا مثل همیشه درش جریان داره و هم یاد معصومه خدا. به به، یاد معصومه خدا، کریمه آل طاها، شفیعه روز جزا، زینب امام رضا. به به، خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. بله، امروز روز وفات این وجود نازنین، وجود مقدسه و مطهره و منوره و محدثه است که با همه وجودم، با همه قلبم امروز رو تسلیت میگم به محضر امام زمانمون، به محضر برادر از جان عزیزترشون امام الرؤوف امام رضا جانمون، به محضر رهبر عزیزم، به محضر همه بزرگان حوزه علمی قم به طور خاص و ویژه باید تسلیت عرض بکنم امروز رو، و به همه شما هم نفسای همیشگی یاد خدا. ما برنامه یاد خدا رو روزهای گذشته از ابتدای ماه محرم و صفر، اگه خاطر شریفتون باشه، از امامزادگان دیگری که در شهر مقدس قم آرمیدن و این خاک رو به قدومشون و پیکر مطهرشون زینت دادن برنامه رو تقدیم حضورتون کردیم. امامزاده شاه سید علی مثلا، امامزاده موسی مبرقع که تا همین دیروز خدمتشون بودیم و در ادامه هم فکر میکنم باشیم. انگار اینها مقدمه شد که ما راهنمون بشیم به محضر خواهر خورشید، بانوی کرم، ریحانه موسوی، خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، و اینجا ظاهرشون باشیم. اگه قابلش این رو داشته باشیم و شایستگیش رو داشته باشیم، حتما نایب الزیار شما هم هستیم، از طرف شما هم زیارت میکنیم، هرچند که با همه وجودم میخوام که انشاءالله زیارت درست درمونشون، زیارت پرپیمون و با معرفتشون نصیب و قسمت شما بشه که حداقلش این امام رضا جان فرمودن هر کس ایشان رو، یعنی خواهر من رو در قم زیارت بکنه که الان ما مزرعه شریفشون هستیم، زائر منه، انگار که منو در مشهد زیارت کرده و بهشت برای اون هست. الهی که من و شما به دست پربرکت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها بهشتی بشیم، به برکت زیارت با معرفتشون که در باب زیارتشون، در باب شأن و جایگاه و مقام رفیعشون سخنان و عبارات و روایات خیلی شگفت‌انگیز و تأمل برانگیزی داریم از اهل بیت، از برادرشون، از امام صادق مخصوصا علیهم السلام، که خیلی حیرت آوره درباره شأن و جایگاه خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، حرم مطهرشون، زیارتشون، اصلا شهر مقدس قم، علما و مردمان شهر قم. عبارات خیلی تأمل برانگیزی داریم از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و مخصوصا از بزرگانمون، از مراجع، که حالا من میخوام توجه شما رو جلب بکنم به بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلابمون درباره همین موضوع شأن و جایگاه حضرت کریمه اهل بیت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. بعد از اون انشاءالله برگشتیم گفتگومون رو شروع میکنیم. اجازه بدید حیفه تا اینجا اومدین قبل از سخنان آقای سلام کوتاه هم به محضرشون بدیم و بعد بریم محضر رهبر عزیزمون. عرض میکنم شما اگه با ما همراه باشید یه زیارت از راه دور نمکی اشکالی نداره، به این امید که انشاءالله تشریف بیارید. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت الحسن و الحسین، السلام علیک یا بنت ولی الله یا اخت ولی الله یا عمت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، السلام علیک یا سیدتی و مولاتی یا فاطمه معصومه، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این بخش هایی بود از فرمایشات رهبر معظم انقلابمون درباره شأن و جایگاه و مقام حضرت کریمه اهل بیت، حضرت مقدسه، حضرت مطهره. حرف ها و سخنان و فرمایشات عجیبی داریم از معصومین بزرگانمون که حالا من میخوام درباره این
بشنوم از مهمان عزیزمون. روز شادی نیست، ولی من نمیتونم شادی خودم رو پنهان بکنم، از این بابت که الان میتونم سلام بگم به آقای هدایت عزیز. آقا سلام علیکم. سلام خدمت شما آقا سید عزیز، کوچیک شما، همه بینندگان خوب برنامه. از اینجا من نایب الزیاره شما عزیزان هستم در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. توفیق داریم در عصر روز شهادت از جانب همه بینندگان عزیزمون واقعا زیارت بکنیم. ما قومی‌ها با این مکان خیلی انس داریم. دلم میخواد همه بینندگان ما، همه معارف جویان عزیز با اینجا انس پیدا بکنن. آقای قوامی عزیز، رمز علم و معرفت بابش حرم حضرت معصومه سلام الله علیها است. احسن. و به قول استاد عزیز ما از آیت الله جوادی آملی، قم یک کویر بود که به واسطه حضرت معصومه آباد شد. و بسیاری از علما و مراجع معظم تقلید همه اینجا آن چه که دارند از اینجا دارند. من توی یک کلام بگم انشاءالله همه ما بتونیم اینجا بهره مند بشیم. یه چیزی بگم؟ خواهش می‌کنم. یه جوری گفتید ما قومی ها، حالا من که همیشه به حال شما قصه خوردم، حال معنوی و معرفتی و علمی و اخلاقی شما، ولی این جملتون باعث شد قبطم خیلی بیشتر مضاعف شد. و اینکه حالا توفیق دارم یه کوچولو بعد قبل همه برنامه‌های مطالعه میکنم روایات رو مرور میکردم، واقعا قبطه من بیشتر میشه به حال شما و کسانی که توی قم ساکنن، مخصوصا حالا لباس اهل بیت هم به تنشون باشه که بیشتر مضاعف میشه. چه خبره؟ یعنی واقعا من روایات مربوطه به این وجود صاحب این گنبد و بارگاه رو که مرور میکردم، حالا شأن و جایگاه خودشون، شهر این قوم، مردمان قوم، همش عجیب و غریب، حیرت آوره، بهت آوره واقعا. مثلا این که امام، یعنی ایشون زیارتنامه دارن از امام معصوم و بعد امام معصوم میگه اشفعیلی فی الجنه. من نمیفهمم این یعنی چی. یا اصلا تعابیر عجیبی که حالا شما تو ذهنتون داره مرور میشه، مردم هم راجع به حضرت معصومه چرا اینجوریه؟ چرا اینقدر انگار خواستن حواس ما رو، توجه ما رو جلب بکنن به ایشون؟ چرا؟ حالا غیر از اهل بیت بزرگان ما، علما و عرفامون هم همینطور. چرا؟ ببینید، حالا من فرمایش از داره تکمیل بکنم. ما میگیم حضرت معصومه شخصیت موعوده، یعنی از امام صادق پدر بزرگ عزیز ایشون به ایشون وعده دادند ستدفن امرأة من اولادی اسمها فاطمه. بله. خیلی عجیبه، یعنی قبل از اینکه حضرت معصومه به دنیا بیان، اهل بیت منتظر این دختر هستن. ببین این دختر به ظاهر معصوم نیست، البته طبق اون نقلی که در تاریخ قومی هست، در تاریخ قوم هستش، که اصلا امام رضا علیه السلام فرمودن منظار المعصومه کمنظارنا. هر کسی ایشون رو این با اسم معصومه بیان شده. که بعضی ها میگن که اصلا همین عبارت داله بر اینه که ایشون مراتبی از اسمت رو حداقل داره، نه به اندازه اهل بیت، اما تو مرتبه پایینتر واقعا ایشون هم معصوم هستش. حالا یه همچین شخصیتی ائمه منتظر به دنیا اومدنش هستن. چرا به برکت ایشون قم شد عش آل محمد. ببینید کلمه یه عش خودش معنا داره، این در روایت بیان شده. این کبوترها، این پرنده ها هر جا باشن برمیگردن به خانه خودشون. اینجا خانه اهل بیت معرفی شده. ان لله حرما و هو مکه، حرم خدا مکه است، لرسوله حرما و هو مدینه، حرم پیغمبر مدینه است، امیرالمؤمنین کوفه است. بعد امام صادق فرمودن ولنا اهل البیت، کل ما اهل بیت یه حرم داریم، اونم حرم حضرت معصومه. چرا؟ خیلی عجیبه. همینا رو خیلی از این در وجه عجیب یه آدم میشنوه بیشتر متعجب. خب چرا؟ یعنی یه علامت سوال بزرگ که خانه همه اهل بیت میشه حرم حضرت معصومه. خیلی عجیبه. من اینجوری براشون تحلیل بکنم، اگر قبر امام حسن در بقیعه، حرمشون قمه. همین دیگه. من داشتم فکر می‌کردم به غیر از مدینه و حالا کوفه ما مثلا سامرا داریم، کاظمین داریم، نجف داریم، نمیدونم کربلا داریم. چرا قم؟ احسنت.
من یه دلیل براتون بگم. غروب روز شهادت، خدا کنه به دل عزیزانم بشینه و بتونن اینجا بهره مند بشن. آقای قوامی عزیز، شأن حضرت معصومه شأن علامت است، شأن آیه است. این که ما میگیم آیت الله العظما، مرکزش اینجاست. عجب. آیت الله یعنی بیانگر، یعنی نشانه، نشانگر. بزرگترین شخصیتی که میشه گفت به شدت نشانگری کرد حضرت معصوم است. به کی نشان داد؟ به امام معصوم، به محور، به عمود الدین، یعنی امام رضا علیه السلام. ببینید در چه شرایطی. ببینید مثلا زمان شاید شما یا حضرت ابوالفضل این کارو انجام دادن دیگه. حضرت ابوالفضل فانی در فناء ابا عبدالله بودن. مولا عصایت الله بهجت دوباره عرض میکنم این آقای بهجت اینجا اسمشون رو میبریم چون واقعا من خودم شاهد بودم. هر روز صبح ما با ایشون میومدیم گاهی اوقات، بعد از نماز صبحشون در این مسجد فاطمیه ایشون مستقیم میمدن حرم و شروع میکردن چه زیارتی. لذا تو اینجا اسم زائرای خوب از معصومه رو میبریم. همین الان سر قبرشون بودم. بله. بقولای بهجت میفرمودن که و علل ارواح التي حلت بفنائک، محورش هست ابوالفضل عباسه. خب ببین زمان امام حسین جبهه حق و باطل کاملا مشخص بود، یعنی اون صف یزیدی‌ها، این صف حسینی‌ها کاملا مشخصه. اما زمان امام رضا با اون مهاجرت امام رضا از مدینه به طوس و اینکه امام رضا به ظاهر ولایت عهدی رو مجبور شدن بپذیرن، حتی بعضی از برادرها و اطرافیان امام رضا بهشون خورده گرفتن، گفتن آقا الان زمان این بود که شما برین با مأمون بجنگین. رفتی تو کاخ مأمون. ببین فما بله ورود و که به این مضمون، چرا رفتی برای این طاغیه داری خدمت میکنی، برای این آدم ظالم داری خدمت میکنی؟ که امام رضا علیه السلام برای یکی از به ظاهر شیعیان اومد استدلال کرد که بابا چطور عزیز مصر شد حضرت یوسف. بله. رفت تو کاخ عزیز مصر برای اینکه بتونه بندگی خدا رو بکنه. من وظیفه امامتم امروز اینه. شما این تو این شرایط که بعضی از اطرافیان دارن به امام رضا خورده میگیرند، حضرت معصومه جبهه حق امام رضا رو کامل اومد نشان داد با مهاجرت دومی که از مدینه صورت داد. یه سال بعد از دقیقاً. یعنی جبهه من همان جبهه امام رضاست و من میدونید ایشون تمام زندگیشو گذاشت بعد از مهاجرت امام رضا برای تبیین حرکت امام رضا از مدینه به طوس و دستاوردهای این حرکت. من میخوام اینو عرض بکنم. علت این که اهل بیت 4 امام معصوم شهادت دادن، من زارها وجبت له الجنه، هر کسی ایشون رو زیارت بکنه بهشت برایشون واجبه، چون این حرم ما رو ولایی تربیت میکنه، ما رو به سمت امام حرکت میده. اینجا آدم رو تشنه میکنه، تشنه وجود امام. این که گفتن همه علما از اینجا علمشون رو گرفتن، در واقع حضرت معصومه دست زائر رو گذاشته تو دست امام زمانش و امام زمان علم رو اومده داده، امام حی. این که فرمودن به شفاعت او همه شیعیان ما وارد بهشت میشن به این علت. احسن. ایشون سنخیت ایجاد، شفاعت منظور سنخیته، ایشون سنخیت ایجاد میکنه بین شما و امام زمان. یعنی اون رابطه امام و مأموم رو چفت میکنه. شما بیا اینجا عاشق امام زمان میشی، بیا اینجا برای امام زمان تربیت میشی. بعضیا میگن علت این که قوم رو قوم میگن لقیام اهلها الی القائم، یعنی اینجا قیام صورت میگیره، اینجا حرکت به سمت امام صورت میگیره، مثل خود از معصومه که قیام کرد به سمت امام رضا علیه السلام. رمز اصلیش تربیت ولاییه. لذا شما نگاه کنید خود مهاجرت امام رضا علیه السلام از مدینه به طوس به خاطر این بود که قرار بود ایران پایتخت تشیع بشه، ایران پایتخت تربیت یاران امام زمان علیه السلام بشه. این حرکت امام رضا رو برای این مرکز تربیتی حضرت معصومه کامل کرد. در واقع امام رضا اینجا اومد محور رو ایجاد کرد، حضرت معصومه برای اون محور یار تربیت میکنه و این در دل تاریخ ادامه داره.
یاد اون فرمایش امام رضا افتادم به محض رسیدنشون به طوس نیشابور که حدیث سلسلت الذهب ولایت و در کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من ذابی به شرط ها و شروط ها و علمش رو و در ادامه حضرت زینب برای تبیین این حضرت معصومه باب این شرط توحید. باب بیرام نگفتم از زینب احسن زینب ثانی. یعنی اون حرکتی که از زینب مثلا بعد از امام حسین حالا از زینب بعد از هجرت امام دقیقاً ما بریم یه فاصله بگیریم ببخشید یه کوچولو بریم پای صحبت‌ها جای عالی هم اگر شما اجازه بدید دوست داشته باشین بشنویم کیف کنیم برگردیم و بخش پایانی گفتگو خدمت آقای هدایت عزیز باشیم. ای داده به قم فیض وجودت برکات بر روح مقدست درود و صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید. خب ما عرضم حضور شما اول یه سلام بفرستم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به دعای شما ما بام مسجد اعظم حرم مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم. این طرف نمیدونم شما ببینید یا سمت چپ من که راست شما میشه مسجد اعظم هستش. پشت حقیر در واقع گنبد طلای حرم مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها است و فضایی که من اومدم دیدم دستجات عزاداری کم و بیش می اومدن برای عزاداری حتی از کشورهای دیگه و اینها و ان شاءالله نصیب قسمت شما بشه خیلی زود. توسل به خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها از سفارشات بزرگان علما بزرگان مراجع متوسل میشدن حاجت میگرفتن. امروز فراموش نکنید ملا صدرای شیرازی میگه من در کتاب اسفار اربعه هر جا به مشکل و شبهه علمی برخوردم رفتم زیارت این خانم 2 رکعت نماز خوندم متوسل شدم محال بود مشکلم مرتفع نشه و بعد می اومدم و ادامه مسیر. یادتون داره آقا در خدمتی. خواهش میکنم. اسم مسجد اعظم رو گفتین یادمون باشه که اینجا یادگاری از آیت الله العظما بروجردی رضوان الله علیه یکی از عشاق حضرت معصومه که از رؤسایی که از کشورها خواست بیاد دیدن ایشون راه نداده بود. گفتن چرا؟ گفته بود که من خجالت میکشم ایشون زیارت عمه جانم حضرت معصومه نرفته و من نمیتونم کسی رو که به عمه جانم ادب نکرد برای خودم بپذیرم. خیلی عجیبه. اینا عشاق بودن. محضرتون عارضم که من راجع به حضرت معصومه یه نکاتی رو محضرتون تقدیم کردم. واقعا حیفم میاد اون دامانی که این دختر توش تربیت شده رو بیان نکنن. ایشون یک مادری دارن به نام حضرت نجم خاتون. من بگم امام رضا، امام حضرت موسی بن جعفر، امام کاظم حدود 37 فرزند کمترین حدش رو بیان کردن شیخ مفید تا 57 فرزند و 60 فرزند هم گفتن. اما بین همه این فرزندان 2 فرزند شاخصن. یکی امام یعنی امام رضا، یکی خواهرشون حضرت معصومه. در رتبه بعدی احمد ابن موسی شاه چراغه. این 2 خواهر و برادر از یک مادر هستند. حضرت نجم خاتون نجمه نوبیه مال منطقه شمال آفریقا ایشون هستش. در اوج ادب هست. میدونید از القاب ایشون ام البنینه. ببین من یه شباهتی بین حضرت ابوالفضل و حضرت معصومه بیان کردم. من اینو بگم از بین 20,000 امامزاده ما حدوداً فقط 3 امامزاده زیارت معصور داره. از خود امام معصوم مستقیم. یکی حضرت ابوالفضل، یکی این خانم حضرت معصومه سلام الله علیها. اگر ابوالفضل شد مدیون مادر با ادبی به نام ام البنینه. من تحقیق کردم دقیقاً مادر حضرت معصومه لقبشون ام البنینه. و چرا به ایشون ام البنین گفتن؟ در تاریخ ذکر کردن به خاطر نهایت ادبش نسبت به امام و نسبت به اطرافیان امام. داره که ایشون یک بار من اینو مطالعه کردم جلوی مادر شوهرشون حضرت حمیده، میدونید حضرت حمیده همسر امام صادق علیه السلام، مادر امام کاظم علیه السلام. امام صادق فرمودن حمیدتون فی الدنیا محمودتون فی الاخره. ایشون در عالم رؤیا پیغمبر به ایشون امر کرد که این خانوم رو برای فرزند من موسی بن جعفر اتخاذ بکن، بگیرش. و ایشون به همسری موسی بن جعفر در اومد. یه کنیز بود ایشون، میدونید، و یه مادری که کنیزه و در اوج ادبه. و به خاطر این داره که یک بار ایشون جلوی حضرت حمیده نشست
یعنی هر بار حضرت حمیده وارد میشدن ایشون میایستاد. آخه به خاطر اینکه حضرت حمیده همسر امام و مادر امام هستش. چه ادبی. این ادب رو حضرت معصومه از مادر یاد گرفته. این عشق رو از مادر یاد گرفته. حضرت خیزران میگن اون گیاهی که تنه لطیفی داره اما ریشه بسیار مستحکمی داره. خیلی اسماء قشنگی داره حضرت. تکتم، طاهره، خیزران و نجمه و ام البنین. حالا اینا هم گفتم که عزیزان اسم دختراشون هم بذارن انشاءالله، این ادب رو به دخترانشون هم یاد بدن انشاءالله. در خدمت. خیلی خوب، خدمت از ماست. من داشتم فکر می‌کردم که ما چی بخوایم از حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، یعنی توی این دوره فعلیمون، توی شرایطی که داریم زندگی میکنیم، ما از حضرت معصومه چه حاجتی داشته باشیم، چه خواسته‌ای داشته باشیم. وقت لنا بالسعاده فلا تسلب منی ما انا فیه. اینا کلمات این زیارتنامه زیباست. عرض کردم سعد ابن سعد اشعری قمی تا رسید خدمت امام رضا علیه السلام، امام رضا فرمودن یا سعد لنا عندکم قبر، پاره تن ما نزد شماست. بعد سعد گفتش که قبر فاطمه، منظورتون فاطمه معصومه است. حضرت فرمودند فقم عند رأسها الشریف، میری اونجا بایست بالای سر ایشان و بگو السلام علی آدم صفوت الله. من یه خلاصه عرض بکنم، به انبیاء اولوالعزم به غیاب سلام میکنیم، ولی وقتی میرسه پیغمبر و اهل بیت خطاب میکنیم، چون اینجا خانه اهل بیت حضور دارن. تو مرحله بعدی به حضرت معصومه میگیم خانم جان، بله، و حشرنا فی زمرتکم. خیلی زیباست. من میخوام با شما محشور بشم، میخوام کنار شما باشم. من به محض اینکه به اصطلاح کنار شما محشور شدم نیاز پذیرایی دارم. دست من رو بگیر کنار حوض کوثر، به دست امیرالمؤمنین با کاسه پیغمبر ما رو پذیرایی بکن. به محض اینکه سر از قبر بیرون آورد. یعنی من اینجوری بگم، ما سر از قبر بیرون بیاریم، میخوایم بیایم تو زمره حضرت معصومه. بعد خانوم میخواد ما رو پذیرایی بکنن، میبرن کنار حوض کوثر به دست امیرالمؤمنین. من یه موقع تصویر میکردم، میگفتم حضرت این دست حضرت امیر رو میکشن به سمت زائرای خودشون، میگن زائرای من رو سیراب بکن، این شفاعته. یه سنخیت بین ما و علی ایجاد میکنن که ما اونجا سیراب بشیم. بعد آخر این زیارتنامه میگیم خانم دیگه چی بهتر از این؟ ما که قطعا بهشتی شدیم به شهادت 4 امام، ما قطعا با این زیارت وارد بهشت میشیم. بهشت در این دنیا و در آخرت. خانم جان من یه دغدغه دارم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. الان تو اوجم، یه بالاتر از این چی میخوام؟ فقط بعد از این بیرون حرم جیبورا زیادن، شیاطین زیادن، من از این مرتبه خارج نشم. یه نفر اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا اسأل الله الجنه، آقا برای ما دعا کن بریم تو بهشت. حضرت فرمودن انتم الان فی الجنه، شما همین الان تو بهشتید، از خدا بخواید از بهشت خارج نشید. آقا چه بهشتی؟ حضرت فرمودن الستم تقرون به امامتنا، آیا شما اهل امامت ما نیستید؟ آیا شما به این حضرت معصومه عشق ندارید؟ همین الان شما تو بهشت هستید. لذا مهمترین دعا کنار حضرت معصومه همینه. ما با زیارت حضرت معصومه کامل میشیم، به شفاعت میرسیم، به بهشت میرسیم. فقط باید مواظب باشیم خرابش نکنیم. انشالله. یه چیزی هم به ذهن من اومد، چون خود حضرت معصومه همه عمرشون در مسیر به نظرم تبیین و ترویج و تبلیغ ولایت و امامت بود. یعنی همین یه سال طاقت نیاوردن پا شدن اومدن به سمت امام رضا برای تبیینه. یعنی اون حالا ایشون محدثه بودن، حدیث قدیر از ایشون به ما رسیده، یعنی اون تبلیغ و دغدغه‌ای که برای امامت و ولایت داشته باشن. من میگم اگه ماها میخوایم یه جایی برای خودمون تو دل حضرت دست و پا بکنیم، چقدر خوبه که تو مسیر تبیین و تبلیغ امام زمانمون باشیم. و یه جمله من عرض بکنم، اینکه رهبر عزیزمون فرمودن کمربند مقاومت از افغانستان تا لبنان و جاهای دیگه، حضرت معصومه نشون دادن ما یه جبهه جهانی اسلام داریم و با این مهاجرتشون از مدینه به قم همین جبهه جهانی رو دارن تبیین میکنن.
چقدر خوبه که ما هم نگاهمون اینجوری باشه. اگر لازم باشه به مردم مظلوم لبنان همین الان کمک بکنیم، هر جا هر مظلومی، هر آزادی خواهی، هر حق طلبی تو عالم هست، اونجا وطن ماست و ما باید بریم اونجا و بهشون کمک بکنیم. این یعنی پشتیبانی از ولایت، این یعنی در مسیر زمینه سازی ظهور امام زمان حرکت کردن، این یعنی همون مسیری که هست معصومه از به سمت توس حرکت کردن. اون کمربند رو دارن ایجاد میکنن و ما انشاءالله باید ادامه بدیم این مسیر. خیلی خوب، خیلی لذت بردیم. دست شما در نکنه مثل همیشه. ولی هنوز این جملتون تو ذهن منه که ما قمی ها خوش به سعادتتون انشاءالله که ما هم قمی بدونن حضرت. انشاءالله سحر یه روزی بیایم با هم بریم حرم، میبینید اینجا می صبوح میخورن زائران حضرت معصوم. سلام شما. عوامه ندارین؟ در خدمت. خوب غروبه دعای کوچولی هم بکنیم و آمین بگیم. خدایا ما رو زائر با معرفت بیبی دو عالم حضرت معصومه سلام الله علیها در این دنیا قرار بده، اون دنیا به شفاعت حضرت همه ما رو بهشتی قرار بده. الهی آمین. الهی آمین. دست شما در نکنه. خیلی ممنونم. صاحب این گنبد و بارگاه محدثه بودن، احادیث خیلی پرشأن و فضیلتی از ایشون برای ما به جا مونده. یکیش همینه، میخوام حسن ختام برنامه قرار بدم و با شما خداحافظی بکنم ضمن آرزوی تعجیل در فرج امام زمانمون و انشاءالله این زنان و کودکان معصوم و بیپناه غزه و فلسطین و لبنان و اینها هرچه زودتر به همراه همه مستضعفین دنیا چشمشون روشن بشه به حضرت منجی. حضرت معصومه فرمودن آگاه باشید کسی که با محبت آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین از دنیا برود شهید از دنیا رفته است. اللهم ارزقنا شهاده، اللهم عجل ولیک الفرج، یا حق. خداحافظ. آقا ممنونم.